شما گوین شما گوین گوه شما گوین گوه شما گوین گوین شما چکار میکنی جی؟ بله چکار میکنی جی؟ هیچی ماما تو کجایی؟ کیه؟ بیا جی بیا بیا یک دیگر حالا بیا دیگه تیز بیا بیا بده میگم تو از کجایی؟ بله تو از کجایی؟ ما از سراخو اشته از سراخو ها؟ کی؟ اشته از سراخو اینجا چی کار میکنی؟ ما می تا تیر میشده ما از اینا بپرسیدم تا گوه گفتم شما گویم پس اونا خره کی؟ همونو خره که تو پرسان کردی نه خب گو بیدک من میفهمیدم که گو یعنی منظور گپ تو چی باشه؟ نه ماما جان سعی کنیم منظور گپم اینه که یعنی گوساله ایم یا گویم بچه جان اول دوستی کی من؟ ماما جان دوستم تو کدی قله ای؟ کی؟ تو کدی قله ای؟ من پلو کاربا لومبیده اینجا چیکار میکنی؟ چی خاطر میدی اینجا؟ من می تا تیر میشدم میرفتم به مایم برم که من خودم زبادار کنم خوربری نمزدار کنی؟ سرک ور افتاده کوچه ور افتاده که تا پلوشا پیش گوام تیر میشی که خور نمزدار کنی ها؟ خب من چی میفهمیدم این گواه شما نه؟ ورکو برای تو بده دیگه نیک مثل که اگه چوی بیده چی ماما جان خب گواه شما رو خودم از اینا بپرسیدم که شما گویم چهل پرسان میکنی؟ چهل پرسان میکنی؟ ها؟ هر چیز یکی سا شما گم شما جندم کاکا جو یار خوب اگر داخل تو کجای خبر داری؟ کاربال نمیده کجای؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ که تو میگی من میرم خورنم دادار کنم سرک ور افتاده کوچه ور افتاده به سر تو ما فقط میگی بجندم گل به مردم نقدشیم بانجون به مردم نقدشیم زندگی نقدشیم به مردم برو دیگه بده دیگه تو نبینه والا سر گواه خو اپلواش هم تیر نشون برو کلگنده برو دیگه برو پلواش هم تیر نشون چه بس داد یعنی برو دیگه ایتا نهر که سگ ترمین خوره ایتا بیا برو تیز برو کلگنده برو که تو سگ میگیره برو دیگه شما که خوب کله داری هنو زبان میزنی مزی پرسان هم نه که همه جای کاربال لنبیده کدی تپه کاربال لنبیده نیه که میگه بغل کاربال لنبیده این همیته چیزایی که نی بیل گدیشن مردم نی بانجون گدیشن نی گو گدیشن نی سولار گدیشن هیچ چی نقدیشن وردیشن ببردم زندگی به مردم نگاه نداشتم اینو ماما جان سلام علیکم منده نباشین و علیکم زنده باشیم ماما جان اجازه است بیایم پیش شما بیا یک چی می خیریت هست ماما مزدور در خونه نماییم چی؟ مزدور در خونه تو از کجا هستی؟ ما قله خوبرا قله تو کجایه؟ پلو کاربا لومبیده میشینیم ما چیکار میشه پلی کاربا لومبیده؟ آه. کاربا لومبیده بابا کجا ما طالبی اسم نشنیدم کاربا هم طالب لومبیده شده تو گپا میزنی که چی بگم هرچه کاربا لومبیدیه خب چی؟ بگو ها من گفتم برار من میرم میگردم امیتا انا من مایم که نانی خور علیشینی خو کنم موخی خو کنم امیتا معلوم میشه برو تو یک چند تخته کم داری فکر کنم امیتا معلوم میشه علیا تا حال نفر پیدا شده که نانی خو برای موخی خو کنه پیار تو کجایه؟ کی؟ پیار تو نه من صغیرم اینه خدا بیامرزه پیار تو بمرده خدا بیامرزه پیار خدا بیامرزه نه برو ما کارگر نمون نه خود مامینو بیشتر نمیشه خوار بیوه نداریم برو خود نانیم تبادله کنیم به پیار شما برو موجه برو
برو وقت بی کار پیار شما. برو وقت کار نگیر، من پیار ندارم. برو وقت کار نگیر. برو شما بی پیاره؟ برو ماما برو. سعی ماما تو چی میگم؟ بله. به تامی باغ بختا و می زمینا نگرده که اگه طور ای دفعه گیر نکردم باور بکو فرش زمین میکنم. چرا؟ به خاطر ازی که تایی که نه سولار به می مردم مونده، نه توقاج به می مردم مونده، هیچ چی نمونده، همه گیر ببردن. آنال معلوم بشه که شما آدما بیکار همیت میاین با بونی ازی که ما کارگر میشیم یک چیزی رانور میذاره میبریم. ماما جان اون جگاه یک مرتگه کله پخپخی ویده کله سفیده. و هم با من میگم ما چون بنجیری میچین میگم ما چون تو چی جیندی گو ما میجینی گو ما گوی بپوشیدم که تو گوی ما خیال کردم می گو گوسالی یک بار میگه تو دوزی. سکو برا رو خوب کردم بسته که ما بترسیدیم. آنال هر کسی که به من منطقه نبینیم بیکار باشه میگیم حتمی همی بیام یک چیزی برداره. ماما اگه یک جای دیدیم بیوه میوی نانه به پیار دختره بدین به ما بدین. انا البته مرتکه دیوانیه که نانه پیر طور بره بستونه دختر خب برای تو بده تو چی رقم آدم سرگی همال نانه تو ساعت کم سنده باشه از 100 سال که با بالاه نه 81 سال بغیر هر روز عجیب آدماییم شما بگردیم به سر کوچه برای ازی که یک چیزی برداریم باید دروغ میگم کارگر نمیم چون نانه بیویه برو دیگه ازم رای که بیامدی برو دیگه استاد نشو ازی پلوشو تیر نشو اصلا تامی زمینات تیر نشو سرکی راهیه این پلوشو که برای تو نساختن که تا زمین رو بیایی عجیب مردمای پیدا میشه بیای کارگر نمی بعد آخر میگه من نانی خالیشونی خو میکنم گوشت آدم دیوونه باشه که دختر خب تو امور 10 تخت کم داری گپ زدن خو نمیفهمی تو امور غریب از کجا بود سلام علیکم دل باشه باستنی برو خوب بخیری زنده باشیم برو چی که پای برار جان شما مزدور در خونه نماییم بله مزدور در خونه نه برو جون ما مزدور در خونه ما چیکار کنیم ما خاطر بیکارم بیکاری بله از کجا هستی کی تو از کجا هستی پهلو کاربار لومبیده قله مونه پهلو کاربار لومبیده خونه شمانه ها با کدو کاربار دیوال داره ما شم دیگه اینجا چی می مادر شما اینجا چی می کی اینجا چی می همه تا میرم بخوب ما مادر خود علیشونی کنم برای زن میگردم من چه زنه مادر خو می علیشونی کنی شما دادی بیوه نداریم نه برو من داده بیوه نداریم با تو به خصوصی میری واسه زمینا میری خاله شما بیوه نیه پوسیدن ای به نباشه به نظر همه که یک 30 تختی هم کم داری نه برو به زبونی خود تو ما 16 تخته 16 تخته بله خب برو اینجا کمیو بخورم نه نستکن کمیو بخورم بخوره خصونی برفته که بیامدی به سر زمینه خصونی بو بزی غلط ترکی میشه که تو دختره بده بزی غلط به این غلط نه میره غلط دیگه برو جو برو از این غلط خور بیرو کو از این غلط خیلی چیزا گم میشه یک دم تو به جان دزد نگیره آدم سادی هم هستی برو خدا حافظ برو آفرین بخیر اشتنه نشدم چکار کنم نشون سلام علیکم این که اینجا اشتنی یه جوری خیریاتی خیریات بخیری دم غنیبت شول اول داری خیلی تو شکر کجا بخیر میرم پیش شولرا پیش سلورا میری کجی استیم تو یک گپ دیگه هم بگم دیور کمه میگم آواز تو باشه چی؟ که تا منطقه با دوست پیدا شده بابا میبینی که یک دم سولار هم سر میبره یک دم گسفن فلیر با میکنه یک دم گو هم سوی دیگر میبره خیلی آواز تو باشه میتونی 24 ساعت از سولارا خو خبرگیر باش همان هم میگه شیشته بودیم یک بچه یک پیدا بعدش بیامد و اصلا منطقه ما نبود از این پرسو میگن تو از کجایی میگه از بغل کاربار لومبیده کدو کاربار با دیوال داره اصلا ناشناسی بود من کور نمیشناختم به نظر همه که یک 30 تختی هم کم دیشت از بیاقلی خود دارم من با شیشه تا صبح به کنار همی سولارا گوا گسپندا همین خون که ندونه که اگه بدونه یک روپیه به خونه و زندگی ما یافت نمیشه که بابریم بخریم آره تو بگفتم بالاخره تو بخوام میگیش تو رخصت گفتم برو تای منطقی ما نگرده که از اینجا خیلی چیزا گم شد یک دم تو به جمع دوز میگیره بیچاره دیگه سادی بود مقدم نمیفهمه خب بگیری برا یعنی تو میگه آواز تو باش سولارا یک دم میبینه کسی نیست چوش لغلغه وا میکنه سولارا میره
خوبه برارم خیر بینی برو بخیر خیر بینی که بیرستی امیت گاهی اما باباش تو هم از دوزی وسایل بیدا زرد زمینامو خبرگیر باش دیگه محمود است دوزی بیدا یار کجی مگردن خوب است نمیکنه که دزدی بیدک اون تو از که سوال تحقیقات کردم از این منطقه اصلا نبود خوبه ها نمیشناختم همون سلام علیکم. بخیر سلامتین چی پای؟ اشتن زن کوکو ما اینا خوبه؟ شکر الحمدلله. کجا بودین کوکو؟ ای بانجونو اودادو کمان برو رو بخونه گنجونا رو دادن که من برین رو بله. خونه. یکم که من جرمی هم بچینن که برو سلاتا کنم اوه هم تا کیسا هم تا کیسا. سکشت بانجونو رزه یار شیر مادر شما کوکو شما هم میته برین جوری حواسونه خوش داره اینا با تروش هم هست خوب سلات نمیشه. نگو اجازه است کوکو؟ او اینه های دیگه برو دادم کی بیتاره دیگه خیر بینین کوکو. کوکو جو ما گفتم می خصوص بریم راستی شبرنگا تا باغچه خلاص کردین؟ یک چند درخت دیگه هسته بالیو خصوص بریم گفت که به کوکو خوبو گاگه می شبرنگار میدم به من میدم بدم اونا به هرچی که به میدون بار میفروشم همونا رو بیخی خود میام ازم درختا میکنم میبرم نمایان که خور به میدون بار سرگردون کنم به سو وقت و کرایه بدم ببرم اونا های کوکو خیلی سری آدم آمده دل ناس که درختان مفته بودم برای اینا اشته خیلی بسیاری آدم آمده بیامده من سیری پا میگه شبرنگا من سیری پا شبرنگ من سیری پا هست لالو میبرم شاید میچه میبرم من 80 دیپا 90 دیپا میفروشم کوکو خوبه گذم خود شما شاید اثر مردم باشه دیگه نیه کوکو من سیری پا میگفتم بانجون و بنجلومی هسته خب دیگه کسی که بیامده که من سیری پا بخره اینا خونتماین کوکو اینا که تا با کوکو خونه او گفتگم چیزی که به میدون بار میفروشم همین چیز این دله‌ای به من بگم من میایم کارتنم میارم اینا رو جمع میکنم ور میدارم میبرم کوکو جان امروز صبح فروختم من 80 دیپه اگه ما خصوصیت بیایم 200 درخت دیگه هم الان هر روز که به 80 نیه کوکو دیگه یک روز به 70 یک روز به 50 یک روز به 90 یک روز به 80 به کل من که خصوصیتون در پکم تا دیگه چی میگی کوکو می خوسه خوبه ام خود گاز اگه ما سگ بیا ببرم سه من میگم اگه ما سگ من میگم برای شماره نمبری رو میدم سه شماره منم بده برای باشه برای من زنگ بزن اگه سکو تو ما دیگه کوموس خوب تو خواهگن ما سکو میچی ما مالک برم به خونه به زنگ بزنم سه بریم چاش تو کوکو زنده باشه کوکو